سلام رفقا، امروز اومدم خدمتتون با یه چیز من درآوردی رژیمی. این در اصل یه پنکیک رژیمی با موز و تخم مرغ و جو 2 سرپرک است که من این بار تصمیم گرفتم که شریر هم بهش اضافه کنم. واسه همین گفتم من درآوردی. حالا شما هر ترکیبی که دوست دارید و فکر میکنید جالب میشه هم میتونید انجام بدید. اینجا من عسل، وانیل و دارچین رو بهش اضافه کردم که وانیل رو برای از بین بردن بوی بد تخم مرغ بهش اضافه کردم و شما هر کدومی که دوست نداشتین رو میتونید حذف کنید. درسته که شکل خیلی قشنگی نداره ولی خب طعم نسبتا خوبی داره. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. خوشحال میشم با هم همراه شید تا با هم یاد بگیریم و تجربه کنیم. یادتم نره اینجا همه چی دلیه نه حرفه‌ای. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.